بچه‌ها سلام، خیلی خوش آمدین به چنل من. امروز مهمانمون دو تا خانم‌های جیگر و خفن هستن، مارال خانم و یاسمین جون. خوب بود؟ علی لطف کرده داره از ما سوال میپرسه و اینکه جواب سوالو هر کسی که زودتر بدونه و بزنه روی زنگ اون امتیاز رو میگیره و میبره. بله. البته که درست جواب بده. و اینکه اگر رو زنگوله نزنه جواب بده امتیاز گیرش نمیاد. جایزه $10 به برنده میدن. $10 شام به $10 برای یه برنده میخواین چیکار کنین شما؟ به خاطر $10 من به خاطر $10 یه اینجوری هم نمی‌کنم. چی دادی من برای چنلت اومده بودم؟ شما چی دادین به من؟ با فرقش موضوع جایزه ای نبود. آقا علی $10 کم حداقل بگو بستنی. $10 خب از بستنی بیشتر 10 تا بستنی 30 تا من خیلی $10 نمیشه. چرا دیگه؟ میشه؟ $10 میشه 400 لیتر. حداقل چیزش کن 400 5 لیتر؟ آقا هزار بستنی خوردیم. $50 کن. آقا بستنی. بستنی. اوکی بستنی. بازنده برای برنده میگیره. خوبه نفر آره. آخر شاید نفر آخر خود چیزی برای ما 3 تا واز بگیره. باشه. یلا اوکی. توی یه دقیقه چند ثانیه داری؟ 60 ثانیه. 10 ثانیه. 60. بابا تو جلوته. سوال 100 مورد. چرا ماه از آسمون نمیافته؟ به خاطر جاذبه چون که توی چیز ماه از آسمون نمیفته. ماه از آسمون نمیفته. مگه ماه تو سیاره دیگه آسمونه؟ هست. چون تو آسمون نیست، تو من کهکشانه. چون دور زمین میچرخه. چرا خواب میبینی؟ چون میخوابیم. اشتباه. چون روحمون از بدنمون جدا میشه. نه. چه ربطی داره نه؟ چون که مغز یه حالت چیزو برای تدافعی داره. نه مغز یه حالت وای میدونم جوابش ها. مغز یه حالت چیزی رو برای ما تداعی میکنه که ما خواب میبینیم. چیزیش رو تداعی میکنه مغز خاطرات رو پردازش میکنه. یه همچین یک گوی میخورد. آره. من فقط میدونستم مغز غلطی میکرد. چرا ما رو برق میگیره؟ چرا ما رو برق میگیره؟ به خاطر که بدن ما رسانه‌ه. بله. اوی چرا موز رنگش عوض میشه؟ چی میشه؟ چون که اکسید میشه کپک میزنه اکسیژن کم میاره؟ اکسید میشه چرا دیگه موز رنگش عوض میشه؟ ماهیتشه میرسه درسته رسیده میشه. موز خیلی میوه درو پدر سگ رنگش عوض علی میشه. سوالات خیلی سخت. حال 100 مورد. به خاطر تماس با هوا. خب اکسید اکسید دیگه. میشه دیگه. دیگه. من گفتم اکسید شدن یعنی همین دیگه. چرا آب بیرنگه؟ چون کدره. چون که H2O و این محلولش باعث میشه که بیرنگ باشه. بیرنگ ماهیتشه. ما همه چی ماهیه. به خاطر ترکیبات شیمیایی. چون نور رو کم جذب. چرا قلب تون میزنه؟ چون زبان قلم بالاست. تپشش بالاست دیگه. خب چرا یهو تپشش بالا میشه چی میشه؟ چی میشه به میگه؟ خاطر خون رسانی به بدن من بگم میزنه. خونو درست پمپاژ درست میکنه درست. چرا گیاهان سبزن؟ من میدونم. سبزینه. نه به خاطر درسته؟ کلروفیل. آفرین چه خدا بگم. کلا دهن زیست کلاس 8 مونو میگفتن. کلروفیل سبزینه چی بود؟ همونه. خب من درست گفتم علی. نه اسمش سبزینه نیست، اسمش کلروفیل. کلروفیله چرا بعضیا خیلی خوابالودن؟ چون که خستن تنبلن. به خاطر کمبود ویتامین دی چرت و ولی- پرت. چرت و پرت. چرت و پرت. چرت و پرت نیست چون به وایسا خواب الان آقا میگم. من بگم یه چیزی چون به خواب بیشتری نیاز دارن چون که خستن دوست دارن بیشتر بخوابن. چون مغزشون آپدیت نشده. چرا وقتی میخندیم اشکمون در میاد؟ چون که خیلی زیاد میخندیم. چون که اشکمون دم مشکمونه چرت و پرت. چشامون خسته میشه. چون که چشامون فشار میاد اشک به چشامون چشم. جمع میشه. چون بدن قاطی میکنه. چرا تو آینه خوبی ولی تو عکس‌ها نه؟ آینه گول میزنه. آینه مثل یه بنده خدای عدو خوشگله. چون میرور میشه میرور هم آینه میشه مسخره است. آسمون. نه برعکسه. چرا تو آینه خوبیم تو عکس نه؟ تو آینه وای، ما رو دوست چرا؟ داره، ما رو خوشگل نشون میده واقعا. چون چی؟ چون آینه ما رو دوست داره. اولین خط دنیا چی بوده؟ میخی. بله. آلیه اسکندر مقدونی چطوری ایرانو گرفت؟ فاتح شد با لشکر کشی کرد سال 1000 قرن 2 فکر کنم بود. آره درست گفت. آقا چرا برج پیزا کجه؟
چون که از نیمروخ شکلی دیده میشه. من بگم چون که ریزش کرده بوده به همون شکلی وایساده. نه تاریخی نبود. معمارش کج دست بوده. نه کج درست نشده که کج شده. چرا میگم کج؟ چون ریزش کرده بعد یو کج مونده. اگه ریزش کنه که میریزه. نه آقا یه اتفاقی براش افتاده که از یو اول شده. کج رفته بالا. نه معمارش کج هم هم کج نه شده. نه بعدا کج شده. طبق یه حادثه کج شده همینجور موده خب چون چه خیلی هم زمین قدیمی. لرزه. زلزله بودش. رانش زمین. خب رانش زمین. من برمش دمشم. اولا من جفتشو گفتم باید روی آقا زمین رانش زمین همون زلزله نیست. من دارم میگم بعد تو زنگو میزنی میگی رانش زمین من برم. آه یه چی بگم اونم نبود اصلا. چی بود؟ نشست خاک. کوروش چجوری کشور رو میچرخون؟ رو انگشتش نه با خدم هشمش. با کردار نیک پندار نیک. نه خیلی راحت. یعنی چی میچرخون؟ فکر میگم میچرخون. چیکار؟ واقعا فکر میکردی؟ فکر می‌کردم. چرا جنگ‌های قدیم انقدر طولانی بود؟ چون که اسلحه نداشتن. چه ربطی داره عزیزم؟ راست میگه دیگه اگه بود تا حالا می‌خواستن یاد اخبار پخش کنن زمانی بود. چه ربطی داره عزیزم؟ راست چه ربطی به آفرین، اخبار آفرین. داره؟ تو دقیقاً تو همین مایه آفرین. تلگرام نداشتن. پایتخت ترکیه چیه؟ آنکارا. سخت بود آفرین. قلبم. بزرگترین دریاچه دنیا. ارومیه. اطلس. کاسپیان. سریع‌ترین حیوانی که تو خشکی زندگی می‌کنه. اسپلنگ. آفرین. اسپلنگ. بلندترین قله. دماوند. زاگرس. اورست. ایران اصلا یکی زبونم بود. چند تا قاره داریم؟ 5 تا. آفریقای جنوبی، آمریکای شمالی، آره. 3 تا. 7 تا. من گفتم 7 تا. گفتم 5 تا. وای راست میگه. گفتم 3 تا. کدوم حیوان کدوم حیوان حافظه خیلی قوی داره؟ دلفین. جغ. نهنگ. چی؟ نهنگ. بابا نهنگ چرا؟ خب خیلی باهوشه. کندترین حیوان دنیا چیه؟ بلک پاشت. نه همون آبی یارو که حلزون. نه به اون چی بود که تنبل اسمش چی بود؟ نه اونم حلزون. کنده. اونم خیلی کنده. بیوژن مثلا دیگه اسلوموشن سلوه بزرگترین کشور جهان. روسیه. معروف‌ترین نقاش. کاپریو. بنکوک. بنگوک اول بنگوک شکسپیر. پیکاسو داوینچی. میگه بنگوک. کیه؟ بنکوک. معمولاً چند تا دندون داریم؟ 32 تا. 36 تا. 32 تا. اون 4 تا رو همه ندارن قلبم. بود تا عقل. 36 تا. 32. 36 درسته؟ یس. 36 تا؟ 36 تا. 32 اش همچنان خوشحالکی میکنی. رایج‌ترین نوشیدنی بعد از آب. نوشابه. کوکاکولا. میخوری. آب معدنی؟ بابا میگه بعد از آب. نوشابه. چای. چی؟ من. چای. من آسیا چایی. طولانی‌ترین دیوار چیه؟ دیوار چین. آفرین. میخواستم بگم قدیمی‌ترین زبان دنیا. ایران. قدیمی‌ترین زبان دنیا. عربی. چی میگی؟ مصر. عربی از دور. پشتی. قدیمی‌ترین زبان دنیا. یعنی چی؟ زبان خب صحبت کردن. عرب با عربی بود دیگه. نه قدیمی‌ترینش. اولین زبانی که صحبت کردن هم آدم و هوا عربی بود دیگه. ایوان و از اشاره. کجا می‌دونی؟ چون قرآنه. از کجا می‌دونی عربی بود؟ نه عربی نیست. زبان ایوان و اشاره. زبان چی؟ What the fuck. مگه ببخشید قدیمی ترین یعنی کوروش کردی مگه ایرانی نبود؟ نه چرا ربطی خب داره؟ قبل از دوران پیامبر بودش. مگه اولین چینی‌ها که نبودن دیگه، مصری‌ها بودن، چینی‌ها نبودن دیگه. قبل مگه قدیمی ترین چجوری کشور اطلاعاتش پایینه؟ مگه قدیمی ترین کشور دنیا ایران نی؟ حالا بریم این فاکتور میگیریم. فاکتور بگی کدوم بعد حیوان شما تو خیلی کامنت ها بخوابه؟ بگین. پاندا. کوالا. همون که یارو یوسیو بلندترین ساختمان دنیا. ایفل. برج خلیفه. خلیفه اینو ساختمان. میدونستی از این قطب نمای زمین به کجا اشاره میکنه؟ شما به جنوب هم میره. نه می‌خواستم بگم شمال پرطرفدارترین سریال دنیا. گیم آف ترون. بله. میریم چند تا سوال مسخره بود. چرا موز وقتی میذاریم ترکیب له میشه؟ فشفشار میاد. آره.
حساسه؟ دیگه مسخره بی‌مزه این هر دیگه نیست قربون برم. چون له میشه؟ نه ناراحت میشه؟ نه چون سرنوشتش چرا وقتی گرسنه‌ایم همه آدما مهربون تر میشن؟ ما چون ما عصبی عصبانی میشیم. تر میشیم. به کی دارین؟ جفتمون گفتیم. ولی ولی من برنده- زنگ زدم. سرعت نور چقدره؟ 1,233 در ثانیه. درسته؟ 1,000,000 ولی هست 1 تقریبا. میلیارد بود دیگه بره دیگه درست بود تقریبا؟ بی نه، نهایت درست نبود. بر ثانیه 1,3 در ثانیه. میلیون نیست کسی حسابش نکرده که آخه بگم اشکال نداره، بچه‌ها اشکال چی نداره. سرعت نور برو از خوش بفور 300,000 کیلومتر در ثانیه خوراکم بود. والا تو گفتی 100,000 تا چه حیوانی بیشتر عمر میکنه؟ معلومه باعث مثل اینو من میخوام بگم قشنگ جون احسان بگو، نزن قشنگ. جون احسان نزن لاک پشت فیل چند درصد بدن انسان آبه؟ 70%. 85%. 72%. چند درصد؟ 82%. بابا 85. شصت 95. خورده ای؟ تو 80 72. 66 98. 67 67 59 بابا 60 60 این گفتم همه خب عدد 60 گفتین 60 رو نگفتین گفتم بابا. هم اول 60 نگفتی. گفتم کدوم فلز در آب زنگ میزنه؟ جیوه آهن آهن خدا چقدر خرم تو چرا فکرم همیشه میگه میگی این جیوه؟ آبه فکرم میگه این آبه مخترع لامپ ادیسون. من زودتر گفتم. جفت من زدم تا صبح من بود من سریعترین وسیله نقلیه دنیا هواپیما قطار خب بذار شما بزنیمش بذار ما بزنیم هواپیماست دیگه الان جت. بهت میگم. چه کشوری بیشترین تولید کننده ماشین رو در دنیا داره؟ آلمان آلمان. نه چین ژا یا الله اکبر دست باشه استمان بچه ها امیدوارم خوشتون اومده باشه ولی با ایشون و ایشون فکر نکنم ولی مرسی که وقتتون رو گذاشتین نقص زنگتون رو درگیر کردین برنده فکر کنم منم درست آقا علی؟ بچه ها تو کامنت نمی‌نویسن برنده کیه آقا آره، بچه‌ها بگن. شما چون ما ما حرفتون حال نفهمیدیم. کردیم میگین که برنده است بعد اینکه چنل ایشون و ایشون رو داخل دیسکریپشن میذارن براتون بهشون سر بزنید مرسی که وقتتون رو گذاشتین میبوسمتون لایک کامنت سابو بگین خدا به کی من لایک و کامنت و سب بچه ها یادتون نره خیلی مهمه. بچه‌ها بوستون داریم خدافظ خداحافظ